مرحله بعدی تبلیغات و روز انتخابات را با صبر و تحمل سپری نماییم. به حکومتداران، با آنهایی که امروز در خدمت حزب حاکم این حکومتان گفتنیم، ما اینجا نشستگان فرزند اوگه این سرزمین نیستیم. صلح و ثبات مال ما هم هست. دل ما هم برای این وطن می سوزد، می تپد. ما آبادی و آرامی این کشور را خواهان بودیم و خواهیم بود. اگر حزب‌های دیگر به خصوص حکومت و حزب حاکم میخواهند که نقش و آبرو و حیثیت حزب نهضت را کم رنگ نشان دادنی شوند، پس روی به مردم تاجیک بیارند. مردم را با جای کار، نفقه، معاش خوب، گرمی، زندگی، حقوقهایشان را بدهند. آنگاه مردم از آنها جانبداری خواهد کرد و با آنها رأی خواهد داد.